به نام یاد خدا، خوش آمدین به چینل یوتیوب تکنولوژی. امروز می خواهیم براتون آموزش بدهیم که از طریق برنامه انشاد چطور از ویدیوهای سبز بر ویدیوهای شخصی که جور میکنیم استفاده نمیم. وارد برنامه انشاد میشیم، بعد روی ویدیو کلیک میکنیم، روی جدید. در قدم نخست یک صفحه خالی ایجاد میکنیم و ایرم توی اندازه. بعدش هم سایز رو انتخاب میکنیم که روی یک بر یک انتخاب میکنیم. بعد روی پیپ کلیک میکنیم و همون ویدیویی که میخواییم انتخاب میکنیم. مثلا این ویدیو رو انتخاب میکنیم، این رو هم برابر با صفحه خالی ایجاد میکنیم. بعدش هم همون عکس که میخواییم اینجا جاسازی کنیم انتخاب میکنیم، روی عکس کلیک میکنیم. بخشین این عکس میخوایم در اینجا انتخاب بکنم و این رو میخوایم مطابق با صفحه ای که هسته بسن جور کنم. به این سایز. بعدش هم این رو مطابق با ویدیوی خود انتخاب میکنیم به این قسمت. بعد روی این حالت کلیک میکنیم، بعد میاییم روی کروما و کلتر خود قرار میدیم به این قسمت و ایرم در این مطابق از و ایرم به این قسمت. این درست شد. بعدش هم